16 دکامبر در شهر دوشنبه مراسم افتتاح نخستین فیلیال طلبخانه آمریکایی زود خدمت رسانی KFC برگزار شد. این طلبخانه در مرکز پایتخت تاجیکستان در خیابان رودکی جایگیر شده است و در مراسم مورد بهره برداری قرار دادن آن نمایندگان شهرداری پایتخت و مقامات نویه شومنصور تحت رهبری معاون رئیس شهر دوشنبه امید گوریزاده اشتراک کردند. خبر داد سامانه رسمی شهرداری دوشنبه بر اساس اطلاع مسئولینش در این طلبخانه عین زمان زیاده از 100 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده. در آینده در نظر است که در مرکز سودای دوشنبه مال و مرکز سودای سیام مال نیز فیلیال‌های دیگر این برند مشهور افتتاح گردد و در عموم بیش از 300 نفر را با جای کار دائمی تامین کند. مراسم افتتاح طلبخانه KFC در مرکز دوشنبه در حال برگزار گردید که این طلبخانه تقریبا یک ماه باز به خاطر به مشتریان آشنا کردنش الکی فعالیت داشت و روزهای اول برای چشیدن طعام‌هایش نوبت‌وایی‌های بزرگ مشاهده می‌شد. KFC یک زنجیره بین المللی خوراکپزی است که اساساً با تهیه خوراک‌های زودپز و گوشت مرغ در تمام جهان مشهور است. اداره مرکزی شرکت در شهر لوئیسویل ایالات کنکتیکوت آمریکا جایگیر است. اساسگذار این برند خارلند ساندرس می باشد که این طلبخانه را بار اول سال 1952 در سن 62 سالگیش در شتات یوتا ایالات متحده آمریکا افتتاح نموده است. در حال حاضر در 130 کشور دنیا زیاده از 21,000 فیلیال طلبخانه برند KFC فعالیت می نماید و آن از لحاظ شماره آشخانه ها و مشتریانش دومین طلبخانه از همه بزرگ دنیا دانسته می شود.